خدا دشلمه نداشتیم که میگفتیم میستونم. نه یادم بره باز رفتیم بازار بستانیم دیگه. میگم یک گپی من بگم برای شما با بچه ما نهیه چرپت میگم بگو. میگم که همی بوتاکس و همی کلینیکا زیبایی هسته بریم همی که پیشنی شما قیند شده بوتاکس کنه قشنگ هم صاف میشه. بعد از زن گپای میزنی من مرتکی هجی پس با خیشا ببینم رفیقا ببینم میخندم برای من. من حال تیر کردی چرا بخندم؟ با خدا من خجالت میکشم به پیش قوم خیشا که میاییم میگم نگاه خواهنشو پیرمرد گرفته. همین پیشنی شما پاک صاف میشه صورت شما سفید میشه پاکسازی میکنه تو مقبول. اگر یک مرض چیزی به من پیدا شد یک در مشکل نه دوره جون هیچ کار نمیشه همین تمام همین مردم همین که بوتاکس میکنن که صورت های نمیبینیم من اشته صافه هم هل چین میفته چروک میشه قرار کردن میرم بوتاکس میکنم شما بریم چکار میشه؟ خدا زن قرد از یک پاری یلک کنم مرتکی عجیب قرآن ببینم مگر از دوی سفستخی باز برای من بخندم یک گپای میزنیم که چی بگم؟ آخه چرا بخندم؟ بد میکنه کسی بخنده برای شما من بخاطر خوبی خود شما میگم انت جوون میشی انت صورت شما خوب شفاف صاف پاک میشه دیگه چی مایی؟ یلک زن راز از بوتاکس هرچی که میگی تو قرار همی کلابورکا خود جمع کنک دیگه واقعا دیگه من تا به کرا دادن 6-7 هزار ندارم همین 6-7 هزار که اینجا کرا بودم حداقل اونجا فوق العاده خرجتون میشه میریم ما مسترا خود قرار کرده میشینیم گزاره کنیم دیگه هر دو هم با خودم گزاره کنیم 4 روز زنده ایم. خب پس دیده شما با گپ من نمیکنیم من با گپ شما کنم گپی نداره دیگه خب من میگم بریم اونجا زندگی کنیم همین 6-7 هزار هم کردن من میگرده کاربارم نیال. خب انا یک کاری میکنی؟ خب من میرم به او سر خودی انباق زندگی میکنم به شرطی که شرط چی؟ شما بریم رو بوتاکس کنیم چی گفتی؟ شرط مگذاره بریم خب چیکار کنم دست از خب خوبه من این شرط تو رو قبول میکنم کلابارا خود جمع کن که بریم بوی سرم خوبه؟ خوبه من حالی باز برم یک ساعت دیگه از دو هفته کلاش کنم او چی خواب کنیم اما تا آمدیم با دوتا نونی هم بستانیم دشلمه هم بستانیم خب مرمه خودی انباق هم گردن کنی ها یک آشی بره تو بپزم که بگر یک به جبروغن باشه سر بکو که بگر خود تو به زبان خود بگی من بد کردم تو رو بردم به اون سرا پس مر بیاری بیست سر بکو پشتین خوب خیره شکر الحمدلله سلامت بشی تو خوبی؟ شکر البته دوماد من نماده نه بابا دوماد شما 8 روزه بلو که 8 روزه؟ بله خیلی کار اصلا نه خبری نه داری نمیگه که من زنی دارم یا ندارم آنی پیدا شدم اپا قدم من دوماد من بیامده السلام علیکم خسته سلامت جان کجا چیزی پای خوبه خیرت انشالله سلام چه کار خیرت دوماد درد میکنه که ای برا بکن شانس تالی که ندارم هم که بخونی من نمیایه سردرد یا کمردرد یا پادرد دوماد خیرت ایت مقبول شده پینک شما چه کار شده اینه چی بگم دیگه همه زن دیگه ما قلوتوریش بار کده بود که من که نمیفهم با فشار ما چی شده چی رقم دیگه نه شما طرف نگاه کنه ملده قلوتوریش گفت اشته مقبول شده کو کرنجا پینک شما بی پینک که من زیر خاک شه ابرو خواشو کردی آشو چی خواه؟ اصلا که اینجا بالا رفتی ایده اصلا میگم یک رقم شده من نشناختم شو چیه من نفهمیدم خوب بگردم این آرشو نکرده بوتاکس کرده چین چروکا صورت پاک شه جوان شه همیتونی دوما ای برو بومر متکی ایجی تو نشرمیدی چشما مدوشه بشرم یار زن واقعیت با تو بگم چه کاره؟ مال با گبک زاده کاره با هم باختو گفتم وقتی همین کلابارا خود جمع کن که بریم به یک سرا بشینیم دیگه من توان کرا دادن ندارم که به یک شرط میرم که تو بری همین چین چروکا صورت خور پوتاکس میگم چی میگم چی کنی که جوان شی
که ما حداقل خدمی بر میریم قوم خشام نخندن که شو پیرمرد داره. من شرط قبول کردم دیگه، ولی هم بیامدم پیش تو خانم جان به خدا دیگه واسه توان کرایه دادن 7000 ندارم. همون 7000 قراره که همینجا خرج شما میکنم دیگه، خودی هم گزاره کنیم دیگه، نکنیم ببین وقت پیری خب وقت پیری صورت خواهد داری بری بوتاکس کنی تیار کنی چی سر شما دیگه اما قراره داری بیار اینجا مو ارمان بکن خود دل نمیختاره که اینجا بخونیم بیار صاحب شه. صاحب نمیشه زن، همه زنم یک خونه بده بری از اون خونه که فارغ ما چیکار کنیم؟ بس خلاص همونا یکی بده که بیای بشینه من از این دردسر نجات پیدا کنم دیگه. هم دل تو به من بسوزه. خب تو دل تو به من سوخت بریم که انباق خود سر میودی. ما تو چی کم گریشتو؟ رخت تو شیشته نبود، دل تو بالکده نبود، عزت و حرمت تو نبود. چه کار با تو کدو که انباق خود سر میودی؟ حال یک بیعقلی بکردم زن. هم یک بیعقلی بشو در پیش من. چی خبردش تو که ویت جنجال مفتکم؟ بیعقلی شد. تا به کی از تو بکشو بیعقلیاتو؟ حالا که یک شرطی بودم تو همون یک اتاق پیشونه برای میدم. بنا نباشه که بیا اینجا زندگی به صاحب شه. یا به خاطر تو. همون یک اتاق خیر بین. همون یک اتاق صحیحه. دیگه چیه دیگه یک آشپزخونه و هم به خود یک بار میکنه تام یک بار میکنه. چندین ساله که به برقم خودی تو بساختم. حالا با برات صورت خب هر فضل کنه. متکی پیرمرد هجی برات بوتاکس کرده که من خودت تو را رو تو برو خود جوان کن. یعنی حالا جوان بشدم. ای برو بومو. اصلا من نشم. برو بومو خودی عبدو بالا کشیدی خود دل بپوشه رفتی. تو باش. خب خیر بینی دیگه، خدا هم تو خیر بده. اشتنی هم باق جان خوبی؟ شکر الحمدلله تو خوبی؟ شکر زنده بشی. دیگه بابا نباشه که اینجا بده بشی تو گردن زنیه. همون یک اتاقی که تو گفتم همون یک اتاق هستانه. همین صبح که میشه جارو میداری همه جا پاک پکیزه جارو میکنی صفی میکشی. خب دیگه هیچی دیگه پا خواهگلیم خدا را سر نمیکنی که بنا نباشه خونه صاحب شی باز. و به خاطر هیچی که بیام بگو که به قرار داده نمیتونم همین یک اتاق به تو دادم. خب بگذاریم از این گپا هم باقشان دیگه. چی گپایه؟ گپ از اینه که به تو گفته باشم که پا خواهگلیم خدا را سر نکنی که همین یک خونیه، بیشتر از این تو حق نداری. چرت نزن، اگه همین جی بودم غمترم میخورم. چکار میکنی؟ میری صورت من بوتاکس میکنی؟ ای برو بومو به شهر. نه از بوتاکس هم بالاتر. چکار میکنی؟ میکشی به شهر. باز همون وقت گپ میزنی. این صورت هجی را برفتی به سر پیری مرکی گیری بعد برو بودن قیمه خشما اشته سرخ بالا گیری. وی به جای مزد بارکلا بریم میگی؟ انباق جان تو که بری به بازار به کوچه میگن اشته هجی جوونه اشته مقبول شده روز به روز مقبول تر میشه، مزد بارکلا به من میدی؟ خیلی بینی تو بوم خود زحمت ها خود مزد بارکلا بریم. سلام. و علیکم السلام. و علیکم. خیلی خدا رو شکر. چی گفتی؟ با جنجال داشتی؟ نه اختلاف میکردی؟ اختلاف؟ اشته خود خورم کویم میگیره اختلاف میکردی؟ چه کاره؟ چی گفت؟ هیچ گپی نیه. به من میگه هم تو را میخورم نمیفهمم چی نقشه داره. تو که به من جی قومی دو مسائلی تیار کرد سرخو نمیتونم بالا گیرم مرد هیجی نمیفهمم باز مثل همه ما چی پلان داره. پلان دیگه چیه دیگه؟ حتما دختر مثلا ما ابروها تو اینا کرنجال زیاد شده میگه از اونم میبرو صاف میکنم. کمباق من مثل من جوان باشه دیگه چی گفته؟ چی گفته؟ چی طرح پلان داری؟ طرح از اینم پوتاکس میگی چی میگی؟ از اون تیار کنی؟ ها دیگه گفتم کمی هم زیر چشما اینا در بشنی چینو چیرو گفت داده. خب تو بگورم که من که جوانشم مقبولشم که یک جایی میریم نگم خوشو از اینه. ای بربومو پیزار مادرتون خودتونی تو تر خود خبر بوده از خود اولی زن ابراتو مثل خلیتی ماس ولی لقطبه. بلیا چشما شما خلیتی ماس میبینه شما برین تماینه تر خود نمیشه رده بگه پاری نکنه. من امروز بیام که تازه خونه عدالت برقرار کنم. خب حالا ما به گپ بگذاریم یا نه؟ خب گپ زنیم. بفرمایید. سعی کنیم هر دو تا شما شیشتیم. ما هم عدالت به بین شما دو نفر برقرار باشه که دیگه بیخی به می 2 هفته دیگه مرد که عقل به بینی رسوندیم. نکنیم به لحاظ خدا مثل 2 تا خوار زندگی کنیم. حالی ما در هفته 2 روز. بفهمیدی؟ یک روز امی 24 ساعت به خدمت تو آدم باشم، به بازار میری، به کوچه میری، به هر جا میری، سودای چیزی میری برم بستم. 24 ساعت هم به خدمت ازی باشم.
که این هم اگه سودای چیزی هر چی که ماسته باشه همون روز به خدمتونم نکنیم دیگه، به لیاز خدا دیگه از بیشتر منم از کفری نکنیم، بسازیم خودی هم دیگه. من کازم دمی آمدم، من اول پرسی میکنم جواب مرگ نمیدم، ای میگم که من چون یک خونه دادم ولی تو دیگه من خونه نمیدم، این خونه زندگی از منه، این چه کاره فلان، من حوصله ندارم دیگه. صحیح شد. یک روز 24 ساعت به خدمتتونم، فقط برای سودا بازار هر چیزی که مهم، اگه چیزی مهم به بازار میریم هر چیز خود شما خوش میکنیم، یک روزم به خدمت هستی دیگه، بین شما گپ نباشه. خب خوبه، خوب گپی گفتیم، گپ شما تایید. انالی هم روز اول نوبت کینه؟ سیکو زن همین روز اول خدی زن کلون بفهمیدی؟ همین امروز تا با سبا خدی ازی هستم همین جگاه که اگه به بازار میره به هر جا میره من میرم همون کارا رو انجام میدم دیگه. چی گفت؟ خوبه، فقط یک شرط. چی شرط؟ که خود شما دیگه به سر قول خوب به سر گپ خوب باشین که هر کاری ما گفتیم باید انجام دیم دیگه. یک ای دو به چی شد؟ صحیح؟ فقط شما جنجال نکنید. صحیح شد زن؟ به چی شد؟ روز اول ما به خدمتتونم، آن چیزی که تو میهی از سودا گرفته تا آن چیز لازم داری من میرم بازار کوچه میخرم. صحیح شد؟ خوبه، یعنی هر چی که من گفتم مگر گپ گوش میدی؟ گوش میکن. خوبه. صحیح شد؟ صحیحه. انا زن موتر بیاردم در سرای استاده کردم، ما به خدمت به بازار میری به هر جا میری ما دارم سرگپ خوب گفتم استادیم بخیر. خب صحیحه، میریم به بازار برای سودا بگیری؟ صحیح. بله. بخیر. میگم خانم بیا دیگه امروز نوبت تونه به چه کار کنم؟ اگه کار چیزی نداری که ما برم به سر کار برم. نه یعنی بیامدم. بخی اینجی بشی اینجی. خیریت البته آشپزخونه بدی؟ خب ما چی خدمت کنم؟ هیچی دیگه، واسکت خور بدر کنیم، کلاه خورم بدر کنیم، بریم خود شما تا آشپزخونه که به شما بگم چیکار کنیم. من دیگه چیزی یاد ندارم، مالی به تو بگم زن. نه بخزیم. واسکت خوانه بیرون میکنم. منطقه اگه تو خواسته باشیم به دک پخته کنم بعد به جلوی رو از زن کلان مکم بیاریم. نه دک پخته کردن نه، بیاییم بریم. خب بریم. بریم. بفرمایی باشی سعید، بفرمایی. خدا خیرش کنه. زن من دیگه پایه واقعیت یاد ندارم پخته کنم. آخه کی گفته که شما دیگ بار کنید؟ خب سر قبل خوب هستیم. پاشتینیم اهلی دیروز انباخت کردم تو بردم به خدا به می نامه که سودام هست به سر من بخریدن. خوبه، من مثل از این نیام که اصراف کار باشم. یکی هم خود شما نداریم دیگه، کرایه خونه نمیتونستیم بدیم. ما بیامدیم اینجی درسته؟ واقعیت نمیگی. انا لیجی صاحب شما لطف کنیم هم استینکا خورده که ورزنیم. واسه چی؟ شما ورزنیم. شما اگه به سر قبل خودین دیروز چی گفتیم؟ گفتم به سر گپ استادیم زن. ای خیلی. انی استینا ورزده فقط امیت کاری بگو که من در شأن ما باشه زن. هست در شأن شما لیجی صاحب دیگه تلفن نزنیم. این هست شما نداریم دیگه و ما واسه به پیش انباق آوردیم نمیشتیم شما کرایه خونه من در بس به خدمتتون زن. انالی شما از همین شروع کنیم، این پیالا رو همه رو برداریم جمع کنیم اینجی بیاریم اینا پاک بشوریم. اینا رو که پاک شوشتیم سرفیگن که برمیداریم همین رو اوپن کابینت ها اینا همه اینا رو دستمال میکشیم تا خوب انتبه بر گفته من به شما شیشه پاک کنم میارم. شروع کنیم دیگه، بسم الله بگیم دیگه هیچ شروع کنیم دیگه. پیالا رو برداریم انه دیگه تا شما این ظرفا و پیاله ها رو بشوریم به شما هم یک چای سبز خوش رنگی خودی هم شیرپره به شما تیار میکنیم که بیاییم بخوریم. خوبه؟ خوبه. دیگه من رفتم. خوب دیگه این کار خود سهی انجام دیگه اینجی صاحب. چی شد؟ خیلی ای خدا ای خدا. ترسی من ناخوش بیدو قلقیره بیدو یک گلاس آب به دست من نمیودی نمیدادی میگفتی زن مگاری خودی بخزه کارا خوب کنه الهی تو از این بتر ببینو روزگار تو از دیگه نتر ببینو بخیر چشمتو کوشه بشورم نالی هجی سالی
که مردی که تو زن کرد چی بلا کرد برق خوشی غضب خدا کرد آخی مردی یک زنه چی میله ها کرد خدا مرم به تی مدبختا کرد آخ خدا مرم به تی مدبختا کرد هر دو هم با که بهم جنگ رو برو شد زدم با آخ و کف و لوف و چوب شد شوی بیچاره آمد و چروب شد برم گو خونه غال مغدون کرا کرد آخ برم گو خونه غال مغدون کرا کرد ایشته بعدی که دم به دیوان گرفتم به گوره هفت نکی خوب چکار کردم نشنوم ولی به قرآن